اول اینو بگم که شما تصویر رو به هر طرفی که خودتون دوست داشته باشین میتونین بچرخونین. هر زمان که از دیدن من خسته شدین میتونین تصویر رو بچرخونین. روبروی من آرامگاه فردوسی است. فردوسی، حماسه سرا و پاسدار زبان پارسی. این آرامگاه از زمان فوت فردوسی در سال حدوداً 411 هجری قمری در این مکان وجود داشته و در طول این 1027 سالی که از زمان فوت ایشون گذشته و این آرامگاه بنا شده تا الان اتفاقای زیادی برای مردم ایران، حکومت‌هایی که توی ایران بودن، زبان پارسی، تقویمی که ایرانی‌ها استفاده می‌کردن و عرضم به حضورتون که سر تا سر ایران اتفاقات زیادی واسش افتاده و برخوردهای ضد و نقیضی با خود فردوسی، اشعارش و آرامگاهش شده. در دوره‌هایی بهش خیلی زیاد رسیدگی کردن و در دوره‌های اونو سعی کردن کورنر کنن و اصلا از توجه ها محوش کنن. نخستین بنا بر مدفن فردوسی رو به ارسلان جاذب که یکی از سپهدارای طوس در دوره خود فردوسی بوده نسبت دادن. اون بنایی که گفته میشه حالا آقای ارسلان جاذب ساخته در همون دوران فوت فردوسی، بعدها در زمان خیام نظامی عروضی اومده و اینو دیده و توی اظهاراتش گفته در باغی که ملک خود شاعر بوده اون بنا ساخته شده، یعنی همین مقبره در محل زندگی خود فردوسی بوده. بنای اولیه صدها سال یا شاید بهتر بگم بیش از 100 سال بعد از فوت فردوسی به همون شکل وجود داشته تا زمانی که مغول‌ها میان ایران و در سال 461 امیر مغول برای ساختن یک قلعه توی طوس دستور میده تا اون بنا رو خراب کنن و از مصالحش استفاده کنن برای ساخت اون قلعه. بعدها در روزگار فرمانروایی قازانخان ساختمانی بر آرامگاه فردوسی بنا میشه و در کنارش خانقاهی ساخته میشه. بعدها فریزر مأمور کمپانی هند شرقی در سال 1236 هجری قمری از اون دیدن میکنه و تو گزارش خودش مینویسه که آرامگاه فردوسی مدفنی محقر و با گنبدی کوچک بوده. بعدتر خانیکوف پژوهشگر و کنسول روس و رئیس هیئت اعزامی به خراسان در دیدارش از طوس نشانی از آرامگاه پیدا نمی‌کنه، اما اون چیزی که فریزر شرح داده بوده گویا تا سال 1254 هجری شمسی و همون حال باقی مونده. بعدها ناصرالدین شاه به کمک فرانسوی‌ها آرامگاه فردوسی رو پیدا میکنه و خوشش میاد، دستور میده که روش 2 ساختمون رو به عنوان بنای یادبود بسازن. دیگه اتفاقی واسه آرامگاه فردوسی نمیفته جز این که زمانی که رضا شاه پادشاه ایران میشه خیلی سریع، شاید جز اولین اقدام هایی که انجام میده راه اندازی انجمن آثار ملی بوده که تو این انجمن آثار ملی نفر اول انجمن خود شاه بوده. کلا انجمن آثار ملی برای در واقع ارج نهادن به چهره‌های ملی و ساخت مقبره برای اونها به نوعی حتی بحث توریستی هم مطرح بوده، چون هر کدوم از این مقبرهایی که ساخته می شده ارزش گردشگری داشته و گردشگرای زیادی رو به ایران می آورده. خب خیلی ها هستین، تقریبا میشه گفت تمام محل‌های گردشگری که ما الان توی ایران داریم مثل فردوسی، عطار، خیام، ابوعلی سینا، اینا همش محصول انجمن آثار ملی هستش. خب اون دوره ملک الشعرا بهار و محمد علی فروغی نقش مؤثری داشتن توی کاری که انجمن انجام میداده و بناهای زیادی کار کردن.
اولین کار انجمن آثار ملی برپایی هزاره فردوسی بوده که تو آخرین مصاحبه‌ای که من در آخرین روزهای زندگی مهندس هوشنگ سیحون با ایشون داشتم، ایشون برای من تعریف کرد داستانو که چجوری توی مسابقه‌ای که حالا به حالت فراخوان برای بازسازی بنای فردوسی وجود داشته ایشون شرکت کرده و تونسته برنده بشه اون مسابقه رو و طرح اینجا رو انجام بده، طراحیش رو. در واقع هوشنگ سیحون فرد بزرگی بود و کارهای بزرگی کرد. خیلی از این آرامگاه‌هایی که اسم بردم، حالا اونایی که اسم بردم همشون، برای خیلی از آرامگاهایی که ما به عنوان اماکن توریستی و یادبود بزرگان تاریخمون داریم، همه محصول دست و پنجه و قلم هوشنگ سیحونه. یادش گرامی باد، یاد فردوسی عزیز و بزرگ گرامی باد. باید سر تعظیم فرود آورد برای بزرگی این انسان و تمام بزرگان تاریخمون، به خصوص خیام عزیز که شیفته و واقعا دوست دارشم. در کنار آرامگاه فردوسی قبر اخوان ثالث هم هست اون پشت. حالا میریم ببینیم اونم. اینجا محلیه که واقعا انسان وقتی میاد اینجا میتونه آرامش رو با همه وجودش لمس کنه. خوشحالم که اینجا هستم و چه حیف که همه میان این شهر و سری به فردوسی نمیزنن، سری به خیام نمیزنن، به عطار، کمال الملک. البته گفتنی هم هست که آرامگاه فردوسی بعدها هم دیگه تو این روزگار الان هم تغییر زیادی رو نداشته و به همون شکلی که بوده هست. من به دنبال قبر اخوان هستم. اینجا هم قبر اخوان ثالثه که خب تا جایی که من یادمه قدیما قبر نداشت، سنگ قبر نداشت. هم سنگ قبر داره هم مجسمه. واقعا بنایی که حالا کارهای کلا سیحون ویژگی خاصی داره. من معمار نیستم، میتونم نظر تخصصی بدم، اما شباهتایی که بین این بنا و بنایی که توی موزه نادر هست کاملا مشهوده. در هیچ شکسته، خیلی خشن. خود آقای سیحون میگفت اینا رو با سنگ کوه کوسنگی درست کرده. خب من دوست دارم برم همون جایی که بودم فیلم برداریمو تموم کنم تا با نمای اولیه کار رو تموم کنیم. در دهه اواخر 60 و اوایل 70 پدرم محمود نادری در مجموعه‌ای که برای فردوسی کار کرد به سفارش میراث فرهنگی اون زمان، یک مجموعه صوتی و تصویری درست کرد به اسم سیمای طوس و نوای طوس که حالا قسمتی از نوای طوس رو براتون روی همین تصویرها پخش می‌کنم. نوای طوس را میشنوید به همت انجمن میراث فرهنگی طوس
با مدیریت نوین آرامگاه فردوسی. طوس در عهد باستان ولایتی مهم شامل چند شهر بوده است. شهرهای طوس در دوره اسلامی عبارت بودند از نوقان، مشهد کنونی، تابران که اینک طوس خوانده می شود، رادکان شهرکی میان مشهد و قوچان و تروبز که اینک ترقبه گفته می شود. نوقان ابتدا بزرگترین شهر طوس بوده، اما از زمان فردوسی قرن 4 هجری به بعد تابران بر آن پیشی گرفته است. از آن پس بیشتر همین تابران را طوس می گفتند، چنان که حالا هم بعضی از مردم خراسان شهر طوس فعلی را فردوسی می خوانند. تابران اولین بار در قرن 6 به دست قزها ویران شد. بار دوم مغولان در سال 617 هجری قمری آن را با خاک یکسان کردند، اما کمی بعد دوباره رو به آبادانی گذاشت. سرانجام میرانشاه پسر تیمور در سال 791 آن را تخریب کرد. از آن زمان به بعد شهر مشهد به طور روزافزون رو به آبادانی نهاد و تابران به فراموشی سپرده شد، چنان که اکنون روستایی بیش نیست.